اگه سفید در بیاد پوش در بیاد چی؟ اون بخت و اقبال توه. گو بخور. بده آفر تو حیوان. الان یه هندونه در بیاد. هندونه بچه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل من با این گمج. بچه‌ها یلداتون مبارک. بی شعور یلدا رو اول تبریک بگو. یلداتون مبارک. خوشگله تو خونه. بچه‌ها این مغز مناه. شعور نداره که حالا که هندونه خریده بیاد اول یلدا رو تبریک بگه. هرچند اینو تا زمانی که این مونا آپلود بکنه دیگه الان سال نو مبارک. عیدش دوره. سال خوبی داشته باشید. بازم امسالم که نبودین. تا این خیلی هم برید بخواد. بی شعور. تا این ویدیو آپلود بشه دیگه نزدیکای سال تحویل هستیم. بله. دوستان میگم یه 2-3 روز دیگه فکر می‌کنم سال تحویل شه. به خاطر اینکه این چالشو بگیرم با این گمج یا چالش باشه 420,000 تومان پول هندونه دادم. میفهمی؟ به من چه ربطی داره؟ تو میخواین چالشو بگیری. میشه 210 تا بعد. 210 تا 450,000 تومان داریم جلوی دوربین داره آبرو شرف ما رو میبری. واقعا به چه روزی ما افتادیم؟ یه دونه هندونه بشه 400 خورده ای. همین دیگه. چرا مثلا آخه؟ هندونه که ما میگیریم مثلا 100 خورده 200 خورده شبیه یالا میشه 500,000 تومان. ایران جاست ایران همینه مشخصه دیگه. آخه برای دیگه 400 خورده یه هندونه واقعا زور. میخوای حالا خیلی نزنی تو این همینجوری آبدار هست الان دیگه. ولی بچه‌ها خدای صداشو ببینید. کرجا حالا فرض کن قاچ بکنم سفید در بیاد. اینکه اونم سفید در بیاد از شانس جوه توه. وای بچه خب الان چالش از چه قراره؟ اینه که ما 5 دقیقه فقط فرصت داریم خب که نگاه کنیم نصف هندونه مال توه تقدیمت میشه با قاشق. نصفش هم مال منه. حتما بخوری. 5 دقیقه تموم بشه. تو خسته کردی خورا. باید سفیدی این پوست معلوم بشه. تو 5 دقیقه تا هندونه رو میخوری. آره 2 بار میدونم. تو 5 دقیقه اصلا تو اینو الان بیاد نه با کن اصلا چرا راه دور میری؟ ویدیو تمام 2 دقیقه. دهن مبارک رو با میکردی اینو میگه تو جا میشه. لوزالمعده اینو اگه شما بدونید با چی بسته شده که مونا اول شکم بود بعد شد مونی. هر سری میخواد ویدیو بگیره میگه بیا بتمر اینجا. نمیدونم چالش چیه نمیدونم چقدره اصلا جایزه داره اصلا نمیدونم جایزه داره چیه. میگه بیا بشین من میرم تیپ میزنم بیا میگه بیا این اصل بود. همش همین بوده. تو عذاب ببر میگفت من این لباس مناسب تر میپوشیدم. هر کی اگه تو این چالش ببازه هر کی ببره چی میگی اول اینو بگو. ببره حالا من آدم باخت نیستم خودتون میدونید. شبنم برنده تو کامنت ها. خب بچه‌ها هر کسی این چالش رو ببره جایزه 20 میلیون تومان پول نقده. ولی اگه هر کسی ببازه چیکار میکنی؟ یه مجازات داره. نه الان بگو مجازات رو الان تو بگو. اگه من ببازم استوری میذارم من گاو شبنمم. اگه تو ببازی با استوری بذاری من گاو خفه شو. آره من هرگز این کارو با استوری من هرگز میبلم. ببل ولی ببل دیگه. من نمیبازم. ببل استوری میذاری من گاو شبنم ماما. هر کی ببازه انشالله که در آوردم که به گن کشیده نشه. قرمز در الان باشگاه رو میرینه اینجا میذاره. من تمیز میکنم. احمق اگه سفید در بیاد پوش در بیاد چی؟ اون بخت و اقبال توه. بخت و اقبال ما ریدمونه دیگه. ما بختمون تو خوابه. حسم میگه سفیده. حس درست بگه. بعد بده آفر تو رو خدا وسط هندونه رو ای چه صافت. اسبه بجا شبنم اسب تو کامنت ها سس انداختم بده. 5 دقیقه فرصت داریم. 3 2 1 استارت. قاشق اول یا آب داره.
خیلی سسه بچه واقعا. گونه خوشینه. خیلی سسه. بعد این ویدیو من برم شما وانیتیه. میخوام به کی بگی؟ میخوام بگم بیا. میخوام بگم بیا. خواهی میتونی رو بخوری؟ ولی خیلی خوبه بچه، خیلی ویتامین داره. ویتامین چی؟ اما بیشتر خود اسبی تو؟ ببخشید با اجازه، همه میدونم بچه ها. شبنم اسب تو کامنت هم. نه اسپریتو دارم میبینم. شبنم گاو. نه مونا گاو هستم. قبول. مرتوز اون چالشاتو ببره. دلم درد گرفت. 4 دقیقه 20 ثانیه. تا تو به من برسی. به نظر من باختو قبول کن. باختو بپذیر دوستان. گونه خوی اندازه. آره گذاشتم کنار برات یه اندازه است. الان بچه ها میبینن. بشو شکم ما. 10 ثانیه مونده. نمیشم. بچه 5 دقیقه شد. این با این قابل مقایسه است. زر نزن دارم بالا میارم. بگیر اینو. وای 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 الان یه هندونه میزام. الان یه هندونه در میاد. هندونه بچه. اومد چی؟ یه زر. بچه ها خدایی من زیادتر خوردم یا شبنم؟ آخه خب تو کامنت ها عقل بنویسید. عقل داری؟ گوشی رو برو بیار. چرا؟ من گاوم. برو بیار. گوشی رو برو بیار. بذار آپلود کنم ویدیو بچه‌ها، رو. استوریشو خودش میذاره. استوری رو آخر این ویدیو باید بذاری تو اینستا، هم اینجا باید بذاری بچه ها ببینن. بچه هم بگن. من گاو شبنمم، باید اینو بذاری. بچه هم تو کامنت ها بنویسن که من بیشتر خوردم یا تو. هر کی بیشتر بگه تو کامنت ها. اصلا خری تو به خدا. من چیز میکنم. بعد بخون. وانتیو کی برینیم بهش. خدایی من بعد این ویدیو پیش وانتی منو نبری. وانتی 420 بره ماریا میدی. هندونه بود آخه. من واقعا عذرخواهی میکنم از شما چون واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم. مونا گاوه. باختم بدم باختم مجبورم دیگه 20 میلیون رو بهش بدم. چرا به چالش ها رو میبره خدا؟ چی شانسی داره؟ چرا شانس بر گویی هست؟ بچه تو کامنت ها حتما بنویسید که شبنم یا مونا کی بیشتر از همه هندونه رو خورد. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودین. لایک کامنت سابسکرایب هم فراموش نکنید. عاشقتونم. تا ویدیو بعدی خداحافظ. منتظر استوری ما باشید. خداحافظ.